آدم ها نون قلبشون که خیلی برای کارش زحمت کشیده و امروز جایگاهی که داره مطمئناً حق. صدای خیلی خیلی دوست داشتنیش و همینطور کاراش به شدت داریم لذت میبریم به خاطر اینه که نون قلبشون و چقدر با احساس خوب میخونه. خواننده جوونه که میدونم خیلی طرفدار داره، خیلی از خودش دوست دارید، خیلی هم موفق، با استعداد، خوشقلب، صداش که دیگه عالی، خیلی پسر با خداییه، پسر خوشقلبیه، به شدت هنرمنده، یه صدای خیلی لطیف و زیبا داره. تمام سالن‌های موسیقی رو تحصیل کرد. حامیم دوست داشتنی، افتخار حامیم.